فریز کردن نون همچنین شاخص گلایسمی اون رو نسبت به نون تازه بیشتر از 30% کاهش میده. این یعنی چی؟ یعنی ورود گلوکوز به جریان خون خیلی آهسته تر و قابل کنترل تر نسبت به خوردن نون تازه اتفاق میفته و این کمک میکنه تا از بالا و پایین شدن شدید قند خون جلوگیری بشه و همین موضوع هم کمک میکنه که وزنتون رو ثابت نگه دارید. حالا شاید جالبتر باشه بشنوین اگر بعد از فریز کردن نون اونو توست کنیم چه تغییراتی ایجاد میشه. منظور از توست کردن نون گرم کردن یا برشته کردن با استفاده از فر، توستر یا ماکروفره. با این کار نشاسته ها باز هم تغییر شکل میدن و این یعنی گلوکوز حتی آهسته تر آزاد میشه. یعنی شما با ترکیب فریز کردن به اضافه توست کردن در واقع داری مزایای سلامتی نون رو چند برابر میکنی.